مریضی که تحت مانیتورینگ همودینامیک هست توی قسمت EKG این ریتم ها هشدار میده. دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید. اومدیم با یک نکته آموزشی. مریضی که تحت مانیتورینگ همودینامیک هست اگر بخوایم دیسریتمی هاش رو برای ما آلارم بزنه و هشدار بده توی قسمت EKG رو انتخاب میکنید و توی این پنجره که براتون باز میشه قسمت ARR Analysis رو انتخاب میکنید. بعد گزینه ARR Alarms رو انتخاب میکنید و در اینجا دیسریتمی هایی که میخوایم اگر توی ریتم قلب مریض بود به ما هشدار بده رو نمایش میده که این ریتم ها هست و اگر آلارم براش تنظیم کنیم و لیمیتیشن بذاریم دستگاه به ما در صورت بروز این دیسریتمی ها هشدار میده.